نفهمی بزنه. من قصه براتون گفتم، یعنی ما آقای آخوند داشتیم تو اصفهان، خدا رحمتش کنه، حاج آقا رضای هلندی، هیچ بگیم که خستم نشن همه. این 4 تا زن داشت، واقعا هنرمند، خدا رحمتش کنه. حتی خدمت امام زمان هم می‌رسید ها. زناش هم حالا برات میگم، یکیشون کور بود کلا نابینا، یکیشون بنده خدا از نظر ظاهری میگم خیلی زشت بود. این که میگم 4 تا زن داشتن، یعنی زنهایی که خیلی مثلا 2 تا دیگهشون بیوه بودن، فقط به خاطر که بچه یتیم داشتن. اینجوری نبوده که تا میگم 4 تا زن میگن عجب آخونده مثلا خوش اشتهایی بوده، اینجوری نیست. ایشون میگفت که رو منبر تو ماه رمضان یکی اومد به من گفت که حاج آقا رضا ماه رمضان است، خب روز اولم که آدم تا بیاد عادت کنه که ماه رمضان طول میکشه تا پیروز میخورده سه حالا نباید بخوره. دو خب ما رفتیم تو خونه و دیدیم کشتمون است و اصلا یادمون نبود که ماه رمضان است و روزه ما اینا. به ضعیفه گفتیم حج خانم که حج خانم 2 تا سیخ کباب درست کن و کباب رو خوردیم و بعد گفتیم خب است یه دوغ هم درست کنیم و دوغ هم خوردیم و گفتیم خب است که یه قلیون هم بکشیم و قلیون هم کشیدیم و بعد دیدیم به 4 تا خونه نیستند و خلاصه تو خونه تن و یه خاکی به سرمون هم کردیم و بعد هم دیدیم که بعد هوا هم که خوب است و دیگه کاری نبوده نکنه ها، یه کاری نبوده نکنه. این آخری خیلی هست. خب است یه همینطور قسلمون رو تو حوض بکنیم، پریدیم تو آب و وقتی پریدیم تو آب حتی آقا کلمون پیشونیمون خورد کفی زیمیم ها. بعد یه وقت بدم ما روزه بودیم، سریع اومدیم بالا که روزمون خراب نشه. خوشی روزه چیه خدا رحمتش کنه. حاج آقا رضا گفت والا روزتون که درسته، ولی من تو عمرم مسلمونی به این خری ندیده بودم. تمام مبتلات صوم و انجام داده، آخری کار تازه فهمیده دیگه. هر کی خطبه قدیر رو بشنوه و بخونه و نگه یا علی دیگه خیلی التماس دعا مثل همون رفیق خودمون میشه.